جوانان در آغاز راه خود با کدام کار مشغول شوند؟ با کار دوست داشتهشان مشغول شوند و یا با تجارتی درآمدناک مشغول شوند؟ بعضا چنین می شود که کار دوست داشته درآمد خوب نمی آورد، کار دیگری پیدا می شود که درآمد خوب می آورد. همان لحظه و عادتا در این حالت کس باطناً مبارزه می برد. با کار دوست داشته وقت نمی رسد و اگر با کار دوست داشته مشغول شوی پول نیست. خب نگاه کنید. وقتی هر یک شخص نمیخندد تا که کاری دوست داشته‌اش را یافته زندگیش را خوب پیش برد. بله. شما باید اول فکر کنید. در اسلام هم آمده است. هدف اول تامین زندگی خود. هدف دوم تامین نزدیکان و خویش و تبار. بعد این وقتی شما به این درجه می رسید می توانید از کاری دوست نداشته‌تان به دوست داشته‌تان گذارید. برای همین اولین کار باید این باشد که از نبودن درآمد سوی درآمد باید رفت و از درآمد سوی کاری دوست داشته. یعنی اول باید با کار درآمدناک مشغول شوید. اول کاری که پول میآورد. بله. اول کاری که درآمد میآورد. وقتی که شما خودتان و عائلتان را تامین کرده میتوانید، وقتی شما تجارت را آموختید، بعد این سوی کاری دوست داشته حرکت کردن ممکن است. امکانات‌ها پیدا میشوند تا به کار دوست داشته‌ات گذاری. بله، و کس میتواند طوری کند که کاری دوست داشته‌اش پولی بیشتر بیارد. یعنی در اینجا باز دیدن در کار که چی راه‌ها هستند. چطور از آن بازار ساختن ممکن؟